تا حالا شده که یکی جلوتو بگیره و بهت بگه شما بعد از مرگتون برمیگردین زمین فقط توی جسم جدید، و یا اینکه بهتون گفته توی زندگی قبلیتون حتما یه شاهزاده چیزی بودین، اما آیا این واقعیت داره یا نه؟ امروز با من همراه باشین تا به بررسی این سوال جالب و باحال برسیم. سلام، خوش اومدین به کانال خودتون، یعنی کانال شبهه گشا. ما تو این کانال قصد داریم به شبهه‌های شما جواب ساده و منطقی بدیم و کاری کنیم که هیچ شبهه‌ای برای شما باقی نمونه. پس برای همین حتما سابسکرایب بزن، لایک رو بزن و زنگوله رو فشار بده که از ویدیوهای ما اولین نفر خبردار بشی. بدون معطلی و اتلاف وقت برسیم به ویدیوی جالب امروز ما. خب دوست من، این چیزی که از خودت پرسیدی یه اسم قشنگی داره، اسمش هم هست تناسخ. مسئله تناسخ رو ما به این شکل جواب میدیم. شما یکم فکر کن با من، ببین اصلا منطقی هست یا نه. تو اولین مورد برای رد تناسخ باید بهتون بگم ببینین دوست من، هیچ شواهد علمی قابل تکراری نیست که بتونه تناسخ رو به ما اثبات کنه، و یا حتی هیچ شواهد علمی هم ما نداریم. به چه شکل؟ وایس تا بهت بگم. ببین، نه دستگاه، نه آزمایش، نه اندازه‌گیری، هیچ چیزی نبوده که به ما اثبات کنه این مسئله تناسخ وجود داره. و خب اینجا یک مشکلی پیش میاد. ببینین، مسئله تناسخ یک مسئله بسیار فراگیر و بزرگیه و عقل ما اینجا حکم میکنه که شواهدش هم باید به همون اندازه بزرگ باشه. اما شما اگه الان ببینین، مسئله تناسخ یه مسئله خیلی بزرگی هست، اما شواهد و قرائنش اصلا بزرگ نیست. یعنی هیچ دلیل علمی، هیچ چیز قابل تکراری نبوده که به ما اثبات کنه همچین مسئله‌ای وجود داشته. تو مورد دوم بحث ما خیلی جالب‌تر میشه. با یک سوال برات مطرحش میکنم. ببین دوست من، اگه ما هممون یک زندگی گذشته‌ای داریم و مردیم و اومدیم داخل این بدن، چرا حافظه ما هیچی رو یادش نمیاره؟ حافظه ما وابسته به مغزمونه. یعنی اگه مغز ما نباشه هیچ حافظه‌ای هم وجود نداره. حالا چی جوری میشه وقتی ما مردیم و مغزمون متلاشی شده حافظمون زنده بمونه؟ پس متوجه میشیم که آقا تناسخ یه چیز الکی و چرتیه که میخوان بهت به زور بقبولونن. جواب بعدی که میتونم بهتون بگم برای رد تناسخ اینه که شما مشکل جمعیت جهان رو چی کار میکنین. ببینین، نسبت به 200 سال گذشته جمعیت دنیا چندین برابر رشد داشته. خب حالا اینجا چی کار میکنین؟ یعنی جسم هست اما روح کم میارین شما. اگه من قراره بمیرم و روحم وارد جسم جدیدی بشه، خب اینجا الان روح ساخته میشه که وارد این جسمای جدید میشه، چون که این جمعیت جهان نسبت به سالهای گذشته خیلی رشد بیشتری داشته. اینو لطفا به من جواب بده. یعنی من یکم عمیق‌تر نگاه میکنم، یا باید قبول داشته باشیم که تناسخ وجود نداره، یا باید اینو قبول داشته باشیم روح هم مثل مرغا تکثیر میشن و وارد جسمای جدیدی میشن. یه چیز جالب دیگه، ببینید اون کسایی که تناسخ رو قبول دارن همیشه میگن که زندگی قبلی ما برمیگرده یک پادشاهی بوده، زندگی قبلی ما یک شاهزاده‌ای بودیم، زندگی قبلی ما یه آشپز درباری بودیم. شما توی اینجور آدما هیچ کس رو نمیبینین که بگه من تو زندگی گذاشتم یه فرد معمولی بودم، من تو زندگی گذاشتم یک دزد بودم، من تو زندگی گذاشتم یه قاتل بودم. هیچ کسی اینو نمیگه. ما از همینجا میتونیم بفهمیم این باوری که اینا قبول دارن یک باوریه که بیشتر تخیلات و فانتزی آدمو زنده میکنه، نه چیزی که در واقع هست. پس چی شد؟ ما اینجا متوجه شدیم که نه شواهد علمی، نه حافظه، نه منطق، هیچ چیزی از تناسخ پشتیبانی نمیکنه. تناسخ فکر جذابیه، داستان خیلی قشنگی، میتونی کلی فانتزی باش بسازی، اما این که واقعیه باید بهتون بگم متاسفانه تناسخ واقعی نیست و اینو به خورد اون کسایی دادن که اینو قبول دارن. میدونین من چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم که زمانی که پادشاها میخواستن آدما رو بفرستن به جنگ، یک جوری مجبورشون کنن که این آدما برن به جنگ، این مسئله تناسخ رو میکشیدن وسط که اون فردی که میخواد وارد جنگ بشه با دل راحت تری وارد جنگ بشه، حقیقتا رشادت بیشتری بکنه. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و هیچ وقت یادتون نره هر چی میشنوید و بدون دلیل قبول نکنید و سوال بپرسید. همین سوال کردن است که دنیای ما رو جلوتر میبره و ما رو به یک ذهن پاکتر و درستری هدایتمون میکنه. تا یه هفته دیگه و یه ویدیو دیگه به امام زمان میسپارمتون.